خب این دستگاه خراطی اومدیم درستش کنیم. به صورت عادی هیچ باری روش نباشه کار میده، هیچ مشکلی هم نداره، ولی وقتی که قطعه رو بهش میبندیم یه کار نمیده. ببینید گیر میکنه و کار نمیده. مشکل کجاست؟ این خار پشت بولبرینگ در اومده، میره میچسبه شافت بکن. برای این چرخش نداره وقتی که قطعه میاد تو کار. بریم با هم دیگه تعویضش کنیم و ببینیم که مشکل برطرف میشه یا نه. خب این خارم جا انداختیم و میریم که مرغکش رو ببندیم سر جاش و بریم یکی از عواملی که چرخش رو ما داخل دستگاه خراطی نداریم این مورد بود. موردهای دیگه رو شما کامنت کنید ببینیم که به چه صورتی.